سلام خدمت همه همراهان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خط تراز اتاق رو رفتیم، گچ هم ریختیم که سرامیکا سنگینه، بهشون فشار نیاد. نبشارم که همینجور که در تصویر میبینید فارسی کردیم. یه نکته بابت خط تراز که میگن چرا گچ میریزیم. گچ یه خوبی که داره، خب خط تراز اون رو صفر میکنه. سرامیک هم سنگینه، راحت زیر پا اون وقت صفر باشه ما مسلطیم دیگه، میتونیم باهاش قشنگ بازی کنیم. خط ترازمون به هم نمیخوره. بعد از هم تراز اینجا استفاده کردیم که تا حدودی جایی که امکانش هست بتونیم تاب سرامیکا رو بگیریم. بعد یه نکته‌ای که هست دوستان، کار رو از این سمت که ما شروع کنیم، وقتی سرامیک رو برش میزنیم ناخودآگاه بخوایم نخوایم بالاخره احتمالش هست سرامیک ما کج برش بخوره یا به هر دلیلی. وقتی سرامیکمون رو این حالت شروع کنیم، این میره پشت اون سرامیک و فابریکمون تگ بعدی اون کار بعدیمون فابریکمون از این قسمت شروع میشه. یعنی ما فابریک رو میذاریم اینجا، یعنی این نبش روبروی کار دید ما نبش فابریکه، مثل تمیز و قشنگ. میبینید و اینجا دیگه دست خودمونه. اینو حالا میبینیم اون قسمتی که تو دید نیست که ما اینجا تو دید نبود، اینو انداختیم روی اون که از حالت روبرویی دیگه تو ذوق نزنه. این کار پشتی و گیره ها اونم زدیم و شروع کنیم به ریخته باشه. اینجا همچنین آبش ریختیم و بریم برای کار رنگ دوم. این چیز نکته که وقتی اگر همتراز استفاده میکنید باید سرامیکمون رو حداقل 1 سانتی 2 سانتی سرش خالی بذاریم، یعنی یادمون باشه که لب به لب سرامیک رو پر نکنیم که همترازمون اونجا قرار بگیره.